توافقنامه دوحه، سرآغاز فتح و جواب به اعتراضات. ارائه کننده اداره نشراتی المرصاد. نشر اداره علمی و فرهنگی البرز. وفاداری به عهد صفت پیامبران علیهم السلام است. هیچ پیامبری خیانت نکرده است. به همین دلیل هر قول نیز برای تایید نبوت است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام از ابو سفیان رضی الله تعالی عنه درباره خیانت پرسید. این نصوص شرعی و نصوص مشابه دیگر به صراحت وفا و تکمیل توافق را محکم می کند. برای این اساس فقها می نویسد که وفا به عهد واجب است. در صورت وفا به توافق چه سودی به دست می آید؟ برخی از فواید آن از قرآن و حدیث را ذکر می کنیم. وفای به عهد از خصوصیات پرهیزگاران است. خداوند متعال آنان را دوست دارند. ان الله یحب المتقین، همانند خداوند متقین را دوست دارد. وفای به عهد خاصه خردمندان است. خداوند متعال می فرماید تنها خردمندان درک می کنند آن کسانی که به عهد خدا وفا می کند و پیمان را نمی شکنند. پذیرش دستور خداوند متعال است. خداوند متعال می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا رسوله و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، از خداوند و از پیغمبر اطاعت کنید و از فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید. شاعری در این باره شعری زیبایی گفته است: یا بنی الاسلام من علمکم بعد از عادتهم نقض العهود، کل شیء فی الهوا مستحسن ما خلا القدر و اخلاف العهود. ترجمه: ای فرزندان اسلام، کی این جمله را یاد داد که بعد از بستن توافق آن را می شکنید؟ همه چیز در حالت مدهوش خوب است و جز خیانت و خلاف وعده عمل کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عهد بسیار پابند بودند. در زیر چند داستان آورده می شود. جنگ بدر آماده بود. تعداد مسلمانان 313 یا بیشتر یا کمتر، یعنی قدرت بدنی آنها در مقابله با مشرکان بسیار کم بود. تعداد کافرانی که به جنگ آمدند 1000 نفر بود. در این هنگام یمان و پسرش حذیفه رضی الله تعالی عنهما در راه بدر به مدینه می رفتند. وقتی دیدند که لشکر 1000 نفری از کفار مجهز با وسایل جنگی آمده اند، لشکر جلوی آنها را گرفت. پدر و پسر هر دو را زندانی کردند و به آنها گفتند که به پیامبر خویش کمک میکنید. چون که آنان از جنگ ناخبر بودند، به آنها گفتند ما از جنگ اطلاعی نداریم، به قصد جنگ نمی رویم، به قصد مدینه روانیم. کفار از آنان عهد گرفتند که شما را به این شرط رها می کنیم که در این جنگ با پیامبر خویش همراهی نکنید. هر دو به آنها وعده دادند که درست است. آنان را رها کردند. پس از اندکی تأخیر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و ماجرا را برای ایشان بازگو کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمود به وعده هایی که به این کافران داده اید وفا کنید و در جنگ با ما همراهی نکنید. ما در برابر آنان از خداوند جل جلاله یاری می جوییم. هنگام امضای توافق صلح حدیبیه، ابو جندل رضی الله عنه دوستداران ایمانی و عقیدتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بسیار سختی خود را به مسلمانان رساند، اما رسول الله به خاطر پابندی به این پیمان او را به کفار بازگرداندند. چون که رسول الله به خاطر یک فرد حکم دین را زیر پا نمی گذاشتند. ابو بصیر رضی الله عنه نیز پس از معاهده حدیبیه با مشقت فراوان به مدینه رسید، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنابر ضرورت معاهده او را به کفار بازگرداند. نگاه کنید،
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوستان خود را به کفار سپردند و آنان را نزد خود نگذاشتند، زیرا توافق چنین بود. بر اساس همین سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر مسلمانان توافق کنند که با دوستان وفادار خود یا کدام گروه اسلامی دوستی نکنند، مخالفت آشکار و پنهان با این پیمان خیانت است. در اینجا به یک داستان می رسیم. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با خاطر پرهیز از شایبه خیانت منطقه فتح شده را ترک کرد. میان حضرت معاویه رضی الله عنه و پادشاه روم توافق موقت شده بود. با نزدیک شدن به پایان عهدنامه، معاویه رضی الله عنه لشکریانش را به سوی روم سوق دادند. هدف این بود زمانی که مدت معاهده پایان یابد، آماده بوده و بر لشکریان روم حمله ور شوند. چنین شد و چون وقت پیمان به پایان رسید، معاویه رضی الله عنه به لشکریان خود دستور حمله داد و منطقه وسیع را فتح کردند. در همین حال سواری به نزد او آمد و به صدای بلند گفت: الله اکبر، الله اکبر، وفاء لا غدر. الله اکبر، الله اکبر. الله بزرگ است، الله بزرگ است و خیانت، یعنی به عهد خود وفا کن، خائن مباش و عهد خود را زیر پا نگذار. نباید گروهی از این پیمان را بگشد یا آن را مستحکم کرد تا زمانی که مدت آن تمام شود و یا که با توافق دو جانبه پیمان را فسخ نکند. معاویه رضی الله تعالی عنه پس از شنیدن این حدیث و عقب برگشت و منطقه فتح شده را ترک کرد. این اسب سوار عمر بن عبسه رضی الله تعالی عنه بود. هیچ خیانت واقعی در این داستان وجود نداشت، مگر از آنجا که تاریخ توافق موقت محقق شده بود، توافق به طور خودکار لغو می شود و حمله بدون اطلاع قبلی مجاز است. اما صحابه به دلیل شبه خیانت یکدیگر را ملامت کرده و منطقه فتح شده را ترک کردند. صحابه کسانی بودند که فقط به خاطر یک وعده های غیر ارادی هم قاتل دوستان خود را می بخشیدند.